درود بر شما دوستانم. هاشم یعقوب نژاد هستم. امروز شما چگونگی ساخت ایمیل رو فرا میگیرید. به همین جهت ابتدا مرورگر گوگل کروم را اجرا میکنیم و در نوار آدرس گوگل کروم آدرس وبسایت gmail.com رو تایپ نموده و سپس اینتر میکنیم. در پنجره‌ای که ظاهر میشه، در واقع پنجره gmail.com، به دنبال گزینه‌های create an account یا sign up جهت ساخت ایمیل میگردیم و سپس اونو تایید میکنیم. ثبت میکنیم تا فرم در واقع ثبت مشخصات فردی ظاهر بشه. در این قسمت نام فامیلی و یوزرنیم و پاسورد و تاریخ تولد خودتون رو به درستی وارد میکنید. البته این اطلاعاتی که اینجا وارد میکنید میتونه کاملا غیر واقعی باشه. پس نام خانوادگی، یوزرنیم در اینجا میتونه هر نامی باشه، منتها نامی باید باشه که در گذشته توسط شخصی انتخاب و یا ساخته نشده باشه. یوزرنیم در واقع نامی است که توسط این نام شما صندوق پستیتون رو به دوستان، همکاران یا آشنایانتون معرفی میکنید. من در اینجا فامیلی رو می نویسم. در واقع یعقوب نژاد @gmail.com. همونطور که مشاهده می‌فرمایید این نام توسط شخص دیگری در گذشته ساخته شده و ما مجوز استفاده مجدد از این نام رو نداریم. به همین خاطر جهت حفظ کردن اون ترکیب اسم و فامیل در نام صندوق پستی خود میتوانیم به کمک کاراکتر دات فامیلی و اسم خود رو جدا کنیم. عنوان مثال یعقوب نژاد دات اچ هاشم. خب رمز عبور به پست الکترونیکیمون که باید به درستی وارد کنیم و کمتر از 8 کاراکتر هم نباید باشه. من اینجا یک رمز 9 کاراکتری رو انتخاب میکنم. همینجور که ملاحظه میفرمایید اینجا قدرت رمز رو گود زده اینجا، یعنی خوب، و توضیح داده که اینجا باید کمتر از 8 کاراکتر نباشه. برای تصدیق رمز ورودی توسط شما رمز 2 مرتبه اینجا باید تکرار بشه. بعد از اون تاریخ تولد شما در اینجا باید وارد بشه. به عنوان مثال 4 اپریل 1980. جنسیت میتونه مؤنث یا مذکر باشه که ما اینجا مذکر رو انتخاب میکنیم. شماره همراه یا موبایل خودتون رو اینجا وارد کنید. 2098 917 304093. حسن این کار اینه که اکانت شما توسط شرکت گوگل وریفای میشه و گوگل میتونه بفهمه که طرف اون یک شخص حقیقیه. دوم این که چنانچه رمز عبوری خود رو طی زمان فراموش کردید، در قسمت ریکاوری رمز عبور توسط سایت جیمیل میتونید اطلاعات رمز رو از طریق SMS دریافت کنید. برای افزایش میزان امنیت در واقع ایمیلی که ساختید، چنانچه در گذشته ایمیلی ساختید، میتونید اینجا این ایمیل رو وارد کنید. محل زندگی خود رو هم که میتونید اینجا ایران یا هر کشور دیگه انتخاب کنید. در پنجره باز شده یک سری قوانین و اصول کار با صندوق پستی اینجا وجود داره که شما میبایست این رو مطالعه نموده و با این متن موافقت خودتون رو اعلام کنید.
جهت موافقت کردن با این متن دکمه I agree رو فشار میدیم. خب اینجا اکانت شما باید تایید بشه، لذا در واقع شماره موبایل خود رو که اینجا وارد کردید 2 تا آپشن در پیش رو دارید. شرکت گوگل میگه که من میتونم رمز عبور رو به کمک SMS برای شما ارسال کنم، در واقع کد وریفای کردن، کد تاییده شما، یا نه دوست دارید من میتونم زنگ بزنم تلفنی بهتون بگم به کمک پیام صوتی. خب ما به صورت همون SMSی این کار رو تایید میکنیم و دکمه کانتینیو رو فشار میدیم. منتظر SMS شرکت گوگل میمونیم. بله 46 85 81 کانتینیو رو فشار میدیم و صبر میکنیم تا مرحله وریفای تکمیل بشه. بله پیام خوش آمدگویی به ما داده شد. جهت ادامه مجدداً دکمه کانتینیو رو فشار میدیم. این مرحله، سرعت این مرحله بستگی مستقیمی به سرعت اینترنتی شما داره. خب این یه پیام تبلیغاتی پیرامون همون جیمیلتون هست، میتونیم اینو ببندیم. خب پست الکترونیکی شما ساخته شد. امیدوارم که این آموزش بتونه کمکی به شما کرده باشه. پس همراه با ما باشید تا آموزش بعدی. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.